آس چوب دست ها، استرنگز که در فارسی قدرت درونی ترجمه شده و تمپرنس که ترجمه شده اعتدال. مهمترین نکته در مورد کارت های آس یعنی کارت های شماره 1 هر سود این هستش که دست کائنات داره اون مورد رو وارد زندگی ما میکنه. دست کائنات داره این مورد رو به ما پیشکش میکنه، اما آیا ما هم دریافتش میکنیم؟ و اینکه آیا بعد از اینکه دریافتش کردیم عملکرد خوبی خواهیم داشت که باعث به ثمر رسیدنش بشیم؟ برای همین هستش که کارت های استرنگز و تمپرنس به این زیبایی کنار هم بیرون اومدن که مسیر رو هم به ما نشون بدن. کارت استرنگز داره میگه باید به خودت و توانایی های خودت اعتماد داشته باشی و صبور باشی. یکی از مفاهیم مهم کارت تمپرنس هم صبر کردن هستش. میگه صبر هستش که باعث پیشرفت میشه. بنابراین اگر عجله نکنی، به خودت و توانایی خودت اعتماد داشته باشی، از هیچ کسی به جز خودت توقع نداشته باشی، میتونی این پتانسیل رو، این هدیه رو به ثمر برسونی.